سلام، حالتون خوبه؟ اگه از احوال موشکاف خواسته باشید خوبه. علتش هم اینه که حال عظما و رقبا بدجوری بخیم شده. این روزا فشار ولی فقیه و شیخ پری همراه با قیمت نفت سیر نزولی پیدا کرده. در هفته‌های اخیر شاهد کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم که البته با تلاش مشترک عربستان و امریکا صورت میگیره. موضوعی که به نظر میرسه یک بار دیگه بحث کاهش وابستگی اقتصاد کشورمون به درآمدهای نفتی رو به ما گوشزد میکنه. گوشزد میکنه؟ چی رو گوشزد میکنه؟ زده گوش عظما رو از بیخ کنده، بعد تو میگی گوشزد میکنه؟ مگه نمیبینی این تناب تحریما چطوری خرخره عظما رو چسبیده؟ مگه نمیبینی علی گدا چطور داره بال میزنه؟ اقتصاد کشور را به شکلی در بیاریم که از اون طرف دنیا کسی نتوانه با یک تصمیم گیری، با یک نشست و برخاست بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملت ما اثر بگذاره. این دست ماست، ما باید بکنیم. این همون اقتصاد مقاومتی است که سیاست‌های اون در اسفند ماه ابلاغ شد. اسفند ماه ابلاغ شد، اما نتیجهش دوغم نبود. میدونی چرا؟ واسه اینکه وضعیت خیلی خفن‌تر از این حرف هاست. اقتصاد امام نشان نفت محور تهش همینه. اینم از گزارش وزیر اقتصاد کابینه شیخ پری از اقتصاد مقاومتی علی گدا. منشأ اصلی آسیب پذیری اقتصاد ما رو در چند محور میشه خلاصش کرد. محور اول وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتیه که خودشو عمدتاً در وابستگی بودجه دولت به نفت و همینطور سهم بالای درآمدهای نفتی در تجارت خارجی و درآمدهای ارزی کشور نشون میده. حالا تو این وضعیت 6/4 یه بدبختی به نام نوبخت پیدا شده که بعد از گذشت بیشتر از 1 سال از دولت شیخ پری تازه یادش افتاده که باید آداب و اصول عنتری نژادی در بیاره و همینجوری بدون واشر ببنده. ما از همه حیله‌ها و فشارهایی رو که بدخواهان ملت بزرگ ایران دارن به کار میبرند الان با اونها مواجه هستیم. به همین جهت میتونیم بگیم که بودجه سال 1394 در یک شرایط ویژه‌ای در حال بررسی هست، اما اون چیزی که ما از این 224,000 میلیارد تومان میخوایم سال آینده منابع عمومیمون رو که کمتر از 1/3 از محل نفته، ما البته باید قبول بکنیم این فشار اقتصادی باعث شد که ما بتوانیم وابستگیمون رو به نفت کمش بکنیم. تو معاون شیخ پری هستی یا فتوکپی عنتری نژاد؟ تا دیروز که اون محمود شاخان واسه همین حرفا مسخره میکردی، حالا چی شده خودتون دارید همون خالی ها رو میبندی؟ نوبخت بدبخت، جای این کش سابیدنا برو سر اصل قضیه، برو سر دلپیچه اقتصادی عظما، برو سر لشکر گرسنگان، برو سر گزارش رویتر از عمق استراتژیک نظام. رژیم ایران در ماه ژوئیه گذشته تسهیلات اعتباری معادل 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد. این رژیم همچنین 1 میلیارد دلار تسهیلات اعتباری وام برای خرید محصولات غیر نفتی از سوریه باز کرده است. در همین حال 2 مقام بانکی سوریه به رویتر گفتند که رژیم ایران که به شدت نگران سقوط دولت بشار اسد است، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول سوریه 500 تا 700 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور پرداخت کرده است. بفرما. اینم از رابطه سقوط قیمت نفت و سقوط دولت بشار، اینم از دلیل حول ولای علی گدا و شیخ پری.
از یه طرف کسری بودجه آوردن، از طرف دیگه پول واسه چرب کردن سیبیل بشار ندارن. واسه خاطر همینم هست که لاریجانی دنبه به دست پا شده رفته دمشق تا اجالتا یه دستی به سیبیل بشار بکشه و یه دلی به اون دراکولای گردن دراز بده و برگرده. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق از نقش حساس سوریه در محور مقاومت قدردانی کرد و افزود دولت و ملت ایران در کنار مردم سوریه ایستادند و آماده گسترش همکاری با دمشق به منظور استقرار، ثبات و امنیت منطقه هستند. بله، افت فشار عظما به خاطر افت 50% قیمت نفته، چون هم وضعیت داخلی رو به هم ریخته، هم عمق استراتژیک و حالا 4 ستون عظما رو داشته باشید که زیر این پرس 10 تنی همینجوری داره له و لورده میشه. فعلا همین، خدا حافظ شما. موشکار